نوارا گفتند بازی متوقف شد، ولی زنبورا گفتند نوبت ضد حمله ماست. دروازه‌بان می‌خواست توپ بگیره، ولی با هر حرکت 3 تا نیش از بدجایش خورد و توپ ول شد. مهاجما نمیدونستن شوت بزنن یا دستشون رو تکون ندن که زنبور تو چشمشون نره. داورا و عوامل هم روی زمین خوابیدن، انگار نارنجک زدن. تماشاگرها میخواستن پنالتی، زنبورا گفتن نه، نیشالتی. آخرش هم تیم برنده اعلام نشد، فقط زنبورا رفتن صدر جدول.